اگر تو هم مثل من بعد از یه روز موهات چرب میشه و برق میفته، حتما تا آخر این ویدیو رو نگاه کن. چند تا نکته خیلی مهم واسط آوردم که خودم رو باهاش نجات دادم. بچه ها سلام، چطورین؟ امیدوارم که خوب باشید. یه چند وقتی بود که چرب شدن موها و برق افتادنشون بعد از یه روز که از همون میگذشت خیلی رفته بود رو مخم. واسه همین تصمیم گرفتم که یه سری تحقیقاتی رو انجام بدم که برسم به چند تا نکته طلایی که بیام به شما بگم بدونید چجوری نجات پیدا کردم. در وقتا خودمون باعث زود چرب شدن موهامون میشیم بدون اینکه خودمون بدونیم. پس حالا راه حلا رو داشته باش. اول از همه بهتون بگم که انتخاب شامپوی مناسب مهمترین چیزه. از شامپوهایی استفاده کنیم اولا که ترجیحاً فری سولفات باشه، یعنی بدون سولفات باشه. روی خود شامپوهایی که بدون سولفات تاکید کرده که بدون سولفات هست از اینا استفاده کنید و از شامپوهایی استفاده کنید که توش چای سبز یا نعنا داشته باشه. اینطوری میتونیم چربی سرمون کم کنیم. اگه مثل من پوست سر چربه و ساقه های موهات خشکه، فقط کف سر و پوست سرتو با شامپو بشور و ساقه های موهاتو لازم نیست که یه عالم شامپو بهش بزنی. همون شامپو رو کف دستت بزن، با انگشتات روی پوست سرت ماساژ بده و بعد ادامه اون شامپو رو بیا روی موهاتو، فقط در حد یه آبکشی و شستشو باشه، نه چیزی بیشتر از اون. نکته دوم اینه که ما تعداد دفعاتی که در هفته میریم حموم خیلی زیاده. نباید موهامون رو زیاد بشوریم. یعنی اینکه اگر یک روز در میون میرین حموم، تایمش رو بکنین 2 روز در میون، همینطوری هی تایمش رو بیشتر کنین تا اینکه مثلا هفته 2 بار حموم کنین و سرتون رو بخواین بشورین. شستن زیاد سر باعث میشه که کف سر برای جبران خشکی چربی بیشتری تولید بکنه. واسه همین شما هرچی زود به زود برید حموم، موهاتون هم زودتر چرب میشه. نکته سوم که میدونم همتون بلدید ولی بازم بهتون میگم اینه که وقتی از ماسک مو روغن آرگان نرم کننده استفاده میکنید اصلاً به کف سرتون نزنید. فقط از ساقه مو به پایین محصولاتو استفاده کنید. نکته چهارم اینه که بعضیا عادت دارن که با آب داغ موهاشونو میشورن. بعضیا حتی با آب جوش. آب داغ و جوش باعث میشه که غدد چربی کف سر تحریک بشن و فعال بشن. واسه همین شما اگر که موهاتون رو با آب داغ بشورید، موهاتون زودتر چرب میشه. بیایم به خودمون عادت بدیم، هم واسه جلوگیری از موخوره، هم واسه اینکه موهامون شکننده نشه، هم واسه اینکه ظاهر قشنگتری داشته باشه موهامون رو با آب ولرم رو به خنک بشوریم. حالا بریم سراغ نکته 5. زیاد به موهات دست نزن مثل من. یعنی هر چقدر که به موهامون دست بزنیم چربی دست، محصولاتی که به دستمون استفاده کردیم، چربی که در طول روز، کثیفیایی که در طول روز با دستمون لمسش میکنیم باعث میشه که به موهامون بخوره و موهامون زودتر چرب بشه. پس موقعی که توی خونه هستی و مشغول کارهای خونه هستی، موهاتو حدالامکان ببند، جمعشون کن که توی دست و پا نباشه، توی صورتت نباشه که هی نخوای با دستت اونا رو مرتب کنی یا بهشون دست بزنی، چون لمس موها چربی دستمون رو به موهامون انتقال میده و موهامون سریعتر چرب میشه. پس این کارم نکنید. و بریم سراغ نکته آخر که به نظرم نکته خیلی مهمیه. تا اینجا فهمیدیم که گرما باعث تحریک غدد چربی کف سر میشه. پس وقتی هم که از سشوار یا اتومو استفاده میکنیم باعث میشیم که همون زودتر چرب بشه. پس از سشوار یا اتومو حدالامکان استفاده نکنید و اگه هم خواستید استفاده کنید از سشوار، با باد خنک موهاتون رو خشک کنید. پس سعی کنید که فقط در صورت نیاز از اتومو و سشوار استفاده کنید. خب بچه ها، اینم از نکاتی که من رعایت کردم و روی موهای من جواب داد. اگه شما هم نکته‌ای میدونید که باعث میشه که موهامون کمتر چرب بشه یا دیر به دیر چرب بشه، توی کامنت ها حتما برام بنویسید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. میدونید که چقدر دوستتون دارم. مرسی از اینکه ازم حمایت میکنید. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشین. خدافظ.